این پیامبر وقتی که قلقل اجزای عالم رو میشنید که همه دارن تسبیح میکنن، خودش هم زبانش به تسبیح باز میشد. وقتی که این خضوع همه جهان رو در مقابل خداوند میدید، بی اختیار خضوع میکرد، خم میشد، به سجده میافتاد. خیلی طبیعی این اتفاقات افتاده است. یعنی پیامبر این کشفی که در این جهان میکرد این چنین نبود که فقط در عرصه ذهن او و روح او باقی بمانه، تن رو به دنبال میکشاند، بدن رو فرمان اطاعت از حالت روحی میداد. و این هماهنگی فقط هماهنگی روحی نبود، هماهنگی جسمانی هم بود. و نمازم یک چنین چیزی است در واقع، یعنی یه نوع هماهنگی بدن است با نفس، با روح، به شرط اینکه روح به این تجربه نائل شده باشه که در مقابل یک عظمتی خضوع میکنه و با یک جهانی هماهنگی میکنه و صدای اونها رو تکرار میکنه. یعنی اونا تسبیح میگن، اینم تسبیح میگن، اونا خم میشن، اینم خم میشن، اونا به سجده میفتن. مگه تو قرآن نیست که همه چیز سجده خدا میکنه؟ لله یسجد، همه چیز سجده خدا. اون آیه‌ش رو نمیخونم چون آیه سجده است و باید همین رو سجده کنیم. این اتفاق برای پیامبر دقیقاً به طور خیلی طبیعی افتاده بود و همین دلیل است که من همیشه این رو گفتم و اینجا تکرار میکنم. اونچه که در پیامبر اتفاق افتاد ما مسیر عکسش رو میریم. یعنی اون ابتدا از روحش شروع کرده به جسمش رسید، ما از جسم آغاز میکنیم تا بلکه تأثیرات روحی در ما داشته باشه. یعنی اون ابتدا روحش نماز خوند، بعد بدنش تبعیت از روح کرد. ما ابتدا نماز میکنیم و حرکات بدنی انجام میدیم به امید این که رفته رفته ارتقاء روحی پیدا بکنیم و به اونجا برسیم. تمام اون احوالی که برای اون بزرگوار حاصل میشد، اون کشف ها، اون تجربه ها، اون خلوت نشینی ها، شوقی که او رو به عبادت برمی‌انگیخت. این عبادت کردن یک کار نبود که او با ملالت یا از سر تکلیف بکنه و خودش به عبادت اشتیاق پیدا میکرد. درست مثل این تشنه‌ای که به آب احتیاج پیدا میکنه، احتیاج روحی پیدا میکرد. خب این عالم که تسبیح خدا میکنه یعنی چه کار میکنه؟ حالا از این قصه عرفانی قدری بیرون میایم. یکی دو تا سوال کلامی هم من مایلم اینجا مطرح کنم. اهل مجلس ما اهل فضلن و به هر حال این نکاتی است که باید گفته شود. یعنی چه که همه عالم گواهی میدهند که خداوند پاک است. ناپاکی هایی که در این جهان هست پس به حساب کی باید نوشته بشه؟ ناراستی ها، کجی ها، شر ها. این قصه هم البته قصه کهنی است، سؤال جدیدی نیست. اینکه این جهان متضمن شرور است، خیلی بدی ها و ناراستی ها ما در این جهان میبینیم. حافظ هم که دیدیم میگه و همون زبان شاعرانه پر ایهامش میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش رفت. به نظر من حافظ باور نداشته، یعنی بقیه اشعارش هم نشون میده که این جهان از ناراستی ها به طور کامل پیراسته است. میگه که پیر ما البته به ما اینجوری گفت که معتقد باشید که خطا بر قلم سن نرفت. بعدم میگه آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. خطا پوشی میکرد که این حرف رو زد و الا اگر چشممون رو درست باز بکنیم ظاهرا شاید خطاهایی به تعبیر او کجیهایی، ناراستیهایی در این عالم ببینیم. البته این سخن اون پیری که این حرف رو زد احتمالاً نظامی است دیگه در همین کتاب لیلی و مجنون که میگوید که یک نکته در او خطا نکردی، حرفی به غلط رها نکردی، در عالم آفریدن به زین نتوان رقم کشیدن. از این بهتر نمیشه دیگه جهان رو. لایبنیتس هم همین سخن از او مشهور است که میگفت جهان کنونی بهترین جهان ممکن است و این سخن البته از غزالی است. لیس فی الامکان ابدع من ما کان، بهتر از این نمیشد که جهان آفریده شود. همون بحثی که سخن از اتقان صنع میگوید و اینکه محکم کمترین رخنه‌ای در ساختمان این عالم است. جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خویش میپوست. البته خداوند هیچ انکار نمیکنه که تو این جهان شر هست. اتفاقا
این نکته واقع بینانه مهم است که تو قرآن آمده است. در اون سوره آخر قرآن چی؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من به خدای رب فلق پناه میبرم از شری که خودش خلق کرده. لذا هیچ انکارم نکرده که شرور این عالم است. من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. شرور زیاد تو این عالم هست. از همه اینا به خدا باید پناه برد، ولی خداوند میگه من کردم، نسبتش به من است، مخلوق من است این شر، و هیچ رد نمیکنه، انکار نمیکنه. خب اگر شری در این جهان هست، این شر رو چجوری باید تفسیر کرد که با پاکی و با تسبیح و نزاهت صاحت خداوند منافات نداشته باشه؟ این همون سوال کلامی مشهوری است که فقط هم از آن مسلمانان نیست، در همه ادیان این سوال وجود داشته. در حال خداپرستان، موحدان وقتی که خداشناسی می‌کردن، همه صفات کمالیه رو برای خداوند اثبات می‌کردن، همه نیکی‌ها، پاکی‌ها، بزرگی‌ها و کمالات. اما وقتی که به این جهان ماده نظر می‌کردن، به نظر می‌آمدش که یه جاهای دیوار این بنا کج است. حافظ چند جا این اشاره رو داره. اون یکیش اون بیت بوده که این که آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. چند بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. به حشن عقل اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمم یک سر به حوض کوثر اندازیم. غزلخوانی و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیراز، بیا حافظ که با خود را به ملک دیگرند. خب این اعتقاد ریشه‌دار رو دیده. در مسیحیت، در یهودیت اینا عیناً همین سوال هست و اصلا مسئله شرور از سوالات خیلی مشکل و غامض در عرصه ادیانه که با این چه کار باید کرد. آیا این شرور عالم هم تسبیح خدا میگوید؟ اینکه همه چیز تسبیح خدا میگه، آیا ناپاکی ها هم در این جهان دلالت بر پاکی خداوند میکنن؟ چه معنا داره این؟ قرآن البته وارد این جزئیات کلامی نشده است. چند تا بیان در اینجا هست که من فقط اشاره میکنم برای که سخنمون ناقص نباشه، گرچه که واقعا همونطور که ابتدا به شما عرض کردم، اصلا در اون جهانی که پیامبر مشاهده میکرد سوالا نبود. درست مثل یه عاشقی که معشوق خودش رو میبینه، اصلا این جزئیات رو نمیبینه، یه پارچه مجذوب معشوق خودش. قصه ای داره سنایی در حقیقت الحقیقه، میگوید که مردی بود که عاشق زنی بود، هر شب از اون سوی دجله در بغداد شنا میکرد، میمد این طرف دجله، شب رو با زن به سر می‌برد، بعد فردا دوباره شنا می‌کرد و میرفت سر کارش. این قصه بارها تکرار شد تا یه روز صبح وقتی که این مرد می‌خواست از این زن جدا بشه بره، نگاهش افتاد به صورت این زن و گفت ای تو اینجا مثلا روی بینیت مثل خالی هم داری، من ندیده بودم. اون خانم گفت بله این خال از هم اول هم بود، ولی تو اینقدر گرم عشق من بودی که هیچی نمیدونی و حالا من به سفارش میکنم دیگه شنا نکن، از بجلی سرما میخوری، اون گرما تا حالا محافظتت میکرد، حالا اگه دوباره شنا کنی بری سرما میخوری. گوش نکرد و رفت و هیچی دیگه سرما خورد و سینه پهلو کرد و مرد دیگه. واقعا این نکته ایست، یعنی این رو باید یادمون باشه که یه وقتا یه تجربه، یه کشفی که برای کسی رخ میده، مثلا پاره از سوالا، پاره از جزئیات، پاره از این فرعیات همه رو محو میکنه از نظر. یک جهان پرتلالو پردرخششی رو در چشم اون ظاهر میکنه، به این چیزا نمیاندیشه، مثل همون آبی که در مقابل شیره، مجذوب. مولوی در ابتدای دفتر ششم میگه عشق را با 5 و با 6 کار نیست، مقصد او جز که جذب یار نیست. میگه اصلا عاشقی با 5 و 6، یعنی با این محاسبات کاری نداره، کالکولیشنی در کار نیست.
حرکت مجذوبانه مقصد او جز که جذب یار نیست. اینجوری جلو میره، 5 و 6 نیست، 1 و 2 کردنی نیست، مغازه بقالی نیست، سوال و جواب و چون و چرا نیست. این حرفا نیست اصلا. این چون و چراها، این سوال و جوابا بعداً پیدا میشه وقتی که به تعبیر ابن خلدون اون کوره گداخته تجربه قدری سرد شد. بعد آدمیان به فکر حرفای دیگه میفتن، به فکر چیزای دیگه میفتن. اینا همه حرفاییست که بعداً پیدا شده. ملامت هم نمیشه کرد کسی رو، بالاخره حرف سواله. اما میخوام بگم در این جهانی که پیامبر مشاهده میکرد، این قلقله اجزای عالم رو که میشنید، تفکیک اصلا صورت نمیگرفت، بد و خوبی دیده نمیشد، پاک و ناپاکی دیده نمیشد، شر و خیری دیده نمیشد. همه یک جا به صدا می آمدن که خدای ما پاک است. بعدن کسانی که اون چشم رو نداشتن، اون گوش رو نداشتن، عالم رو به نحو دیگری دیدن و لذا تقسیم بندی ها و تفکیک های صورت دادن و لذا سوالاتی هم پدید آمد و این سوالاتی است که تا امروز هم با ماست و تا ابد هم باقی خواهد ماند. خود مولوی اتفاقا در همین مثنوی یک سخن کانتی خیلی خوبی داره. میگه این سوالا مثل سوال از شر و خیر، مثل سوال از جبر و اختیار، اینا هیچ وقت به حل نهایی نمیرسه. کانت هم اینا همینو میگفت. میگه اینا آنتینومی های خرد ناب است، یعنی این عقل محض یه گره هایی میزنه که هیچ وقت خودش هم نمیتونه گره ها رو وا کنه و اینا جز اون گره ها هست. میگفت در میان جبری و اهل قدر همچنان جنگ است تا 8 پدر. میان کسانی که معتقد به جبرن و اونایی که معتقد به اختیارن تا قیامت دعوا برپاست و این نزاع فیصله نخواهد رفت. حالا اون البته تفسیر متافیزیکی میکنه. کانت میگفت عقل ما نمیرسه به گشودن این گره ها، زورش نمیرسه. مولوی میگه نه، میگه خدا این کارو میکنه. میگه خدا دلش میخواد این جنگ قائم بمونه و این دعوا حل نشه، چون که مقضی بود رواج اون روش میدهدشان از دلائل پرورش. چون قضای الهی این است که این نزاع برپا و مداوم بماند، به این طرف یه دلیل یاد میده، به اون طرف هم یه دلیل دیگه یاد میده. هیچ وقت نه این از اون کم میاره نه اون از این کم میاره و بنابراین این جنگ خاتمه پیدا نمیکنه. این هم یه تفسیر از ماجرا. به هر حال ما امروز هم که اینجاییم هم قصه هست که این شرور در عالم چه میگن. خود مولوی، حالا از زبان مولانا بشنویم، قرآن که میگه قل کل من عند الله، همش از طرف خداست، هیچ پرده پوشی هم نمیکنه. خود مولوی تبیینی که از این ماجرا داره اینه، میگه قوت نقاش باشد اون که او هم تواند زشت کردن هم نکو. بیان ایشون میگه اگر یه نقاشی فقط بلد باشه عکس خوشگل بکشه، این نقاش ناقصه. نقاش کامل و زبردست اون نیست که هم بتونه زشت بکشه هم بتونه زیبا بکشه. و خدا با آفریدن زیبا و زشت، آفریدن زشت در کنار زیبا، میخواسته نشون بده که نقاش کامل زبردست. اگر این جهان همش از زشتی ها پر بود، نقص اون نقاش بود. اگر همه از زیبایی ها پر بود، بازم نقص اون نقاش بود. حالا که مخلوطی از همه اینا هست، اینجا نمایشگاه قدرت الهی است که ببینید که این نقاش کاملی است و همه کار میتواند بکنه. این یک تبیینه. در واقع کسانی مثل مولوی مقهور قدرت الهی بودن، یعنی این بزرگوار و همفکران او این جهان رو جلوه‌گاه عظمت و اقتدار الهی می‌دیدن و مایل بودن که او هرچه بیشتر ابراز قدرت بکنه در اینجا. البته قدرتی که همراه با کرم و مهربانی بود، زور به کسی نمیگفت، اما در این حال قدرت رو نمایش می‌داد. جور دیگه هم گفته شده است و اون این که واقعش اگه بخوایم به زبون خیلی ساده بگیم، فیلسوفان میگفتن این ورود شرور بالعرض است در قضای الهی. یعنی خدا نمیخواسته، ولی اگر میشد نمیذاشت که شرور پیدا بشن، ولی لازمه اون خیرات این است که پاره از شرور هم پیدا بشن. همچین حرفی است. یعنی به تعبیر فیلسوفانه تر این ماده ظرفیت کافی نداره برای اینکه همه کمالات رو بگیره، لذا بعض از کمالات بیرون میمونن و
پیداشون نمیشه تو عالم ماده و این همون چیزی که ما اسمش رو میگذاریم شر. البته پاره از این شرور هم میگن عمدیه، اصلا شر نیست. ما به نظرمون شره، ما بسیار چیزایی که تلخه برامون میگیم شره، مثلا مرگ، مرض، امثال اینجور چیزا. این بزرگان به ما گفتن اینا هر کدوم مصلحت‌هایی داره که اون مصلحت‌ها بلکه بر ما مخفیه، ولی به هر حال ما باید بدانیم که بی حساب و بی کتاب نیست. مولوی میگوید که این فرعون مشهوره، در حکایات گفتن که در تمام عمرش یک سردردم پیدا نکرد، بیماریای بزرگ که هیچ بیماری کوچیک در همه عمرش ندید و دردسر. بعد مولوی میگه این دلیلی داشت تا ننالد با خدا اون خیره سر، یه برای اینکه در تمام عمرش غافل از خدا باشه. این بیماری ها بعضیش خوبه دیگه، آدم متنبه میکنه. اینا از باب مثال البته، یعنی ما که نمیدونیم همه چیزش رو. این جهان بالاخره خدا توش انگل آفریده، میکروب آفریده، ویروس آفریده، هزار چیز که بعداً شاید کشف بشه. لابد یه حساب کتابی توی خلقت بوده. اما حالا که ما فکرشو میکنیم، میخوایم یک جوری رشنالایز بکنیم و قدری معقولیتی در اینها پیدا بکنیم، اینا هم یه نحو پیدا کردن معقولیت است که لابد یک قایاتی بر اینها مترتب است. بی حساب نیست، از دست خدا در نرفته، ولی اینکه ما ندانیم یه قایاتی بر آنها مترتب است. مثلا بیماری رو گفتن همینه، باعث میشه که در حال آدم تلخی هم بکشه دیگه تو این عالم، طعم تلخی هم بکشه. این تلخی ها آدم رو گاهی شیرین میکنه. مولوی خودش میگه زان حدیث تلخ میگویم تو را، تازه تلخی ها فروش میگم تو را. یه وقتا برای اینکه آدم از تلخی بیرون بیاد بعد به او حدیث تلخ هم بگم، تندی هم بکنم. یه تلخی گاهی جای 100 تا شکر رو میگیره. پاره از این حوادث آدمی رو بیدار میکنه و بر اثر این بیداری انسان به مراتب دیگری هم دست پیدا میکنه. اگر اینجوری نگاه بکنیم، یعنی همین امور رو غایت‌دار ببینیم، خیلی مهمه. این یکی از باز ارکان جهان بینی است که حالا بعداً هم بحثش رو خواهیم کرد در قرآن و در دیانت اسلام، که ما بدانیم یا ندانیم چیزایی که تو این جهان هست مبتنی بر غایاتی است. لابد بیماری ها، لابد شرور، لابد نداری ها، لابد تلخی ها و سختی ها، همه اینها یک غایاتی دارن، یک مقاصدی برای آنها در نظر گرفته شده است که حالا عقل آدمی هم شاید نرسه. در حال تسبیح هم یک کشف است، هم یک امر است. خلاصه سخن بنده است. از یک طرف پیامبر کشف می کند که این جهان پر از قلقله تسبیح موجودات است، جهانی که سر تا پا نور است و درخشش است و بانگ ستایش در او قلقله افکنده است، و از طرف دیگری هم امر می کند که آدمیان با این جهان هماهنگی بکنند و از خدای پاک پاکی بیاموزند، ناپاکی ها رو هم در مسیر پاکی ها ببینند، شرور رو هم لازمه خیرات ببینند، از آنها به جای اینکه از آنها درس بگیرند، به جای اینکه با آنها درآویزند یا ذهن خودشون رو نسبت به آنها دچار مشغله و خدشه بکنند. آیه نخستینی که میخواستم تفسیر بکنم همین است. آیه بعدی له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر رو به نوبت بعد میسپاریم. همچنین آیات بعد از این توصیه که من به دوستان گرامی میکنم این است که خودتون این سوره رو لطفاً در مطالعه بگیرید و انشالله از نوبت بعد که گرد هم خواهیم آمد با ذهن‌های آماده تری با یکدیگر سخن بگوییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.